پسرک یتیمی از خردی با همسایه پیرمردش که تنها زندگی میکرد دوستی داشت. سالها گذشتند و در زندگی آنها تغییرات‌های زیاد پیدا شد. پسر بعد ختم دانشگاه صاحب جای کار شد و از نزد پیرمرد دور. از این سبب آنها دیر یکدیگر را می‌دیدند. روزی خبر مرگ پیرمرد دوستش را به او رسانیدند. پسرک که پدر نداشت او را در زندگی پدروار احترام می‌کرد و از او چیزهای زیادی آموخته بود. به سر مزار پیرمرد شتافت و بعد زیارت به خانه‌ای که پیرمرد زندگی می‌کرد وارد شد. همه جا مثل قبله. تنها صندوقچه زرینی که دائما بالای میز پیرمرد می‌ایستاد در جایش نبود. از میان چند وقت گذشت و روزی به عنوانی پسر بسته حجت‌های را آوردند. در بالای آن نام پیرمرد همسایه‌اش را دیده در هیجان شد. قطار بسته‌ها صندوقچه زرین را هم آورده بودند. آن را گشاد و در برابر ساعت طلا و دیگر اشیاءهای از طلا ساخته شده چنین نوشته‌جات را پیدا کرد: تمام عمر پی ثروت و دارایی دویدم و از همه خوشی‌های زندگی محروم بودم. زمانی به قدر این همه رسیدم که نه زن بود و نه فرزند. لحظه های خوش حیات میان زر و زیور تنها زیستن نبود، بلکه لحظه های با تو بودنم خوشترین لحظه های حیاتم بود. به قدر وقت و داشته خود برس و آن را با عزیزانت گذران. ساعتهای زندگی بسیار تیز می گذرند. به قدر هر یک لحظه آن باید رسید، زیرا آنها بر نمی گردند.